قسمت خاص برای خانوم هاست. همین اول برنامه بهتون قول میدم که یک کلمه هم کلیشه‌ای صحبت نکنم و تمام حرفام معادلاتی و 2 تا 4 تایی باشه. امروز در مورد چیزی میخوام صحبت کنم که شاید بعضی ها اون رو سلب آزادی شخصی بدونن و اون حجابه. اما دقیقاً این مژده رو میدم که اگر جزو اون بعضیا هستید و فکر میکنید حجاب بهتون تحمیل شده، نیازی نیست ادامه ماجرا رو ببینید. میتونید همین الان این برنامه رو عوضش کنید. چرا؟ چون روی صحبتم امروز با شما نیست و شاید اصلاً برنامه به دردتون نخوره و حتماً به دردتون نمیخوره. خیلی خوب، پس الان ما یه عده خانوم داریم که از روی قناعت حجاب رو رعایت میکنن. کل این قسمت رو تو 2 کلمه خلاصه میکنم و بعد در موردش شرح میدم. حجاب عبادته. نمیخوام از روش‌های فقهی وارد بشم، نمیخوام حکم حجاب رو بگم، نمیخوام کسی رو قانع کنم که حجاب بپوشه، نه قصد نصیحت دارم. فقط میخوام معادلاتی به مسئله حجاب نگاه کنیم. میدونم که این حجاب به چشم بعضی از محجبه های واقعی، کسایی که با قناعت حجاب میکنند، کار سنگینی میاد. یعنی چی؟ یعنی انگاری یه وزنه سنگین هلک بهش وزن کرده باشن و داره کشون خودش رو میکشه به زمین. و این یک واقعیته. خیلی از عبادت‌های دیگه ای رو هم که شکل عبادتشون ازشون گرفته شده و به عادت تبدیل شده، همین حسو میدن. خیلی هستن که نماز میخونن ولی هیچ لذتی نمیبرن، فقط اداش میکنن. نه فقط تو عبادت، چند نفر هستن که با بستن کمربند ایمنی احساس خفگی میکنن. تا پلیس رو از راه دور میبینن، کمربندشون رو با دست میگیرن و به محض اینکه دور شدن ولش میکنن. ولی در مقابل چند نفر هستن که قبل از رانندگی کمربندشون رو اگر نبندن انگاری یه چیزیشون کمه. چی تفاوت پیدا کرده؟ یا تو نماز چند نفر هستن که اگر نمازشون رو نخونن احساس کلافگی و خستگی میکنند. چرا؟ چون اونا با علم و از روی اصل و اساس دارن نماز میخونن. حجاب هم دقیقاً همین شرایط رو داره. اگه نفهمیش باهاش احساس خفگی میکنی و اگر بفهمیش بدونش احساس خفگی میکنی. اما معمولاً برای فهمش متاسفانه قبل از دلیل اصلی که موضوع این قسمته به دلایل اجتماعی اشاره میکنم. چرا باید حجاب کنم؟ چون اینکه مسئولیت از چشم دیگران، چون که مردا نباید به فتنه بیفتن. نه، این چراش نیست. برمیگردیم به سوال، چرا باید حجاب بپوشم؟ اول تا آخر جواب 3 کلمه است. چون خدا گفته. حجاب عبادته. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون حجاب یه امر از طرف خداست، پس وقتی امر خدا رو انجام میدی داری عبادت میکنی. تو مثل روزه‌دار، نمازگزار، عابد، زاهد یا کسی که همیشه داره صدقه میده، همتون دارید عبادت میکنید. یه به زبون ریاضیات، یه نفر در نظر بگیر که 3-4 ساعت پشت سر هم داره با خشوع نماز میخونه. اصلا کدوم ما میتونیم هر روز 3-4 ساعت مثلا از خواب بلند بشیم نماز بخونیم؟ اصلا همچون شخصی تو جامعه امروز ما وجود داره؟ کدوم ما میتونه روزی 3 ساعت بلند شه نماز بخونه؟ تو وقتی حجاب میکنی اگه به خاطر این باشه که از دستورات خدا اطاعت میکنی، بعد توی روز 7 یا 12 یا 9 ساعت بری بیرون، تو 7 یا 9 یا 12 ساعت تمام در حال عبادتی. کدوم یکی از مردم میتونن انجامش بدن؟ کدوم یکی از ما 9 ساعت در روز عبادت میکنه؟ امکان نداره، تو دنیای الان وجود نداره همچون کسی. اما تو میتونی، به شرطی که بهش فکر کنی که این یک امر از اوامر خداست و با شروط کاملش انجامش بدی. حجابی که شامل پوشش سر و پوشش بدن باشه
و آرایش هم جزوش میشه، به این معنی که نباید آرایش کرده باشه بیرون از خونه، و عطر هم شاملش میشه، به این معنی که بیرون از خونه عطری نزنید که بوش همه جا بپیچه. و شامل راه رفتن و طریقه حرف زدن هم میشه که ناز نکنی موقع حرف زدن و مؤدب باشی و صداتو قر و فر ندی بهش و با شخصیت صحبت کنی. قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم این رو بهت میگم و یادآوری میکنم که تو باید همیشه یادت باشه و به خودت یادآوری کنی که داری عبادت میکنی، داری اجر میبری برای حجابت انشالله. هدف اصلی تو از حجاب مصونیت نیست، کاری به چشم مردم هم نداری. تو حجاب میکنی فقط به خاطر اینکه خدا گفته. همین. تمام دلایل و مثالهای دیگه ای رو که میگن، مثلا مصونیت، مثلا مروارید درون صدف و تمام اینها، فقط برای فهم اینه که چرا خدا گفته، نه دلیلی برای حجاب کردنت. و تو با این عبادتی که زمان زیادی از عمرت رو شامل میشه، بیشتر از هر مردی این شانس رو داری که ثواب ببری. و والله صادقانه میگم که خوش به حالتون اگر با 2 تا 4 تا حجاب میکنید.